بتا خونه باقو با کشمیش خونه بیا با کشمیش خونه با بیا اینجا آنه تو دیگه هر زمین انگلو رو بکن بوشور بخور دیگه کار نداری نه بخور گردن ما بند باشه عباس نیمت نخوردم انگور که دبلک شدم سک چی میگم بابا گفتک برو به سر زمین ها پیازا لغت کن اونو چی قاده لغت نکنی؟ ایتا لغت کن که پیازا جلنگا پیازا بشینه مثل به زمین ایتا مثلا ایتانه ایتا سرخور بگذاره خب چه کار میشه با؟ پیازا کلون میشه پیازا خود پیازا انا میتا مثل خربزه میایه وخی برو وخی لالا وخی دیگه من تکنولوژی بلدم شته گردن من تکنولوژی چه تکنولوژی؟ انا سیکو حال نمیگن اشفا میشه زودی بره که اینجا خم نش یک دمه آنه من که گفت تو برسونه دیگه لوکا پالا لغت کنو همه بابا گفتک از یک سر مردم نگن که یکا به کشورها خارج تکنولوژی آماده خود ما مال تکنولوژی داریم
آفرین عزیز آفرین آفرین همین تو بچه خوبی باشه تو زنم میدم سعی کتو یه جا فکر کردی بیده باشه میدو پرسان کنو که یاد من برسه من اون خوردم برفته باشه میدو پرسان کنو همین گیلک تلفه که میکن کار نمیکنه امروز این ری کدوم پیاز لغت کنه یک چیز به زمینه بس مکمل این لغت کرده من نفهم تعجب میکنم دیگه اینو چه کار کرده که یک چیز به زمینه لغت کرده کارگری چیزی کنه آوردوش این که پول هم نده پیش خود من خیلی تعجب میکنم چپاره و اینا رو بردی؟ بابا ها من انگورا رو بچین خاطر دیر میشه دیگه میگم تو هم خودی گیلک برفتی به سر پیازو پیاز لغته ها نه یک نفر آدم اشتی یک جیر بزمین لغت کرده بسته مکمل اما لغت کرده و امر همین تو مالک کرده دل که قل نزده باشه نمیفهمی اینو لغت کرده و قل کارگر چیزی گرفته پول ندش که پیش خوبه من نگو که پول بده که من کارگر میگیرم بپرسی نه پیشیو نه حالا خود کجایی؟ من چون پیش ما نماد نه تو حالا نماده پیش می خود زمین ها شاید بمونده باشه کمه بری کنگورا رو بچینه بری کنگور بکنه با چشتین لالا خوبی خیلیت هست خیلی سلامتی جانجور ساعت خوبه شکر زنده باشین سلامت باشی کجا هم پیار تو برو بله کجا هم پیار تو پیار مکنی اما باق بفرمایی خب سکو لالا با ما میمون آمده خوب خوب یک 5 من انگور برای ما به قرض بده خوب خود بخیر و پولار میارن یاری اگر هم از اون اگر راست بپرسی هنگورا خوب به باغ بود اگر اونا رو واق کردیم ببردیم به شهر خب هنگورا میرمدی بمونده اونا که با دردتون نمیخوره دومی که من اجازه فروختن انگورم ندارم نیم با انگور به کسی بودیم یک دونه انگور به کسی بودیم یا بفروشم انا من اجازه هم ندارم لالا ما کو بیگونه نیم دیگه که تو میگی من اجازه ندارم یا چه پروایی نداره یک 5 من بدی واس پاس پیلاتور میاره میدین دیگه چی فرق میکنه واسطه که با ما میمون آمده امرو خب اگه پیام اجازه میداد اشته نمیدادم پیام گفت کسی که بیاد انگور نده نه به قرض بده نه هم بفروشک لالا همسایه داری و تنیه دیگه گوشی داری او گو یک زنگی بزی پیامه شماره شما پیام نداری او تنیه لالا که تو سخت میگیری بگی شماره پیار خواهیم یا بزن تیر کو که زنگ بزن 5 من انگور چی کرایه میکنه که با تو زنگ میزنی گپ بزنی گپ زنم گبزی بگو بگو که همین رمضان همسایه بیامده رد انگور بله بابا خوبیم بخیرین شکر زنده باشین گفتم امیر رمضان همسایه بیامده گفت میگم ما میمون داریم 5 من انگور به قرض بده با پولاتور میارم ما گفتم بابا اجازه ندارم که با خو یک دونه انگور بودم پیام اجازه نداده ما هم بده میته گفتم من پیام میگه نمیدیم انگور به قرض بگو مفته کنه ما این که پس پولا شما میاریم واسطه که امروز حاله میگم ما همسایه شما نه خانوی خود گپ زن حاله خوب این که بخیره شکر یک 5 من انگور به کار داشتیم واسه از که میمون آمده و خونه ما گفتم بریم درسته ما که بیگونه نیم که یا مثلا اگر پولا شما نیاریم یا بریم ای کنیم خوب یعنی رانه داره همین 2 من هم رانه داره آی چی
همسایه بیامدن اینجا برات 5 من انگور که به قرض بده و دست تو خو میده و پا خودی 2 ماه پا خو میده برات قرضیا خو. علی بابا سلام علیکم مونده نباشه. نه کدوم بابا دیر دیگه هنوز من نستوندم شما میگیم دیر کدیم چون نیامدی و هر جایی که من میرم هم اسم قرض که میبرم میگم خلاص کردیم ما چون انگورا ما چون به شهر بردیم به کجا بردیم نمیدم بونه ایله میکنه همین باقا از اینا به همین کتگی انگور نداره اگه شما میگی اونا همه چیه خوب درست من پیش مامدین اومدم میرون سکنم میشته میده فکر کنم که هم بونه میکنه میگه برو ما چون یا انگورا ما چون ما کشمیش کردیم اونا یا خلاص شده یا فلان شده یا به همدان شده خوب خدافظ. بابا دست همی میمونم ما با عذابه سال هم 12 و یک بلوک جمع میشم یا بخونی مرتکه مسلمون با عذاب میکنم بلوک یک زدی همیق زر فکر نمیکنن که ما همیق زر یک بلوک بریم همین جگاه همین لالا جا داره نداره چی رقمه پیار من پینک تروشی میگن تو برو باز هم میرون سکنم که میدم نمیدم چی رقمه کی بود؟ چی اینجا؟ یه شب سکن در باخکینه خوبه؟ چی که پایه کاکا بخیری؟ خیلی جور بخیر تیو خوشحال هستی؟ بسته بندی که دیویست همه چهار عرضه رو چندم برم شهر برم میگو جان برای ما امروز میمون آمده بفهمیدی؟ یک 5 من انگوری گفتم به قرض میدادیم و خاطر از این که ببرم باز پس پولا شمار میارم باز 5 من انگور هوا میمون داره بله امروز همیته میمون آمده برای ما گفتم یک برای گفتم باش بیام ازم باخشه شما یک 5 اینا که برای جمعه بچین نمیبرم به شهر میارم بفهمیدی؟ خب اون بجوی آخر خب برو خودتو با امید خدا بخون 5 من انگوری بچینک بیار اون تلویزیون اینجا قدشه بکش ببرده قبل نداره همسایه بپاشی مشکل نداره خب خیر ببینیم از این جوی آخر جوی خیال این پشت درخت عناب بیار دکریدی بخو درستان یا وارجان بیاردم برای خوب شو برو از این درخت بیا تو برو متون نشوندم خب 5 من انگور بچین اگه از بیا این تلویزیون اصلا بکشه شما با میری من میرم شب این انگورا خوب برم خوبه اون از این جوی بچین